بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام بیننده های عزیز به برنامه خبری امشب از تلویزیون ملی ولایت سمنگان با من محمد آصف آشنا خوش آمدید. امروز دوشنبه 20 ماه میزان سال 1394 هجری خورشیدی که برابر است با 12 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. اعضای کمیسیون اعمار مسجد جامع مرکزی شهر ایبک با تعدادی از علما، محاسن سفیدان و متنفذین پیش از چاشت امروز با محمد هاشم زاره والی سمنگان در دفتر کارش دیدار و ملاقات نمودند. در این ملاقات در حالی که محمد هاشم سروری نماینده مردم ولایت سمنگان در شورای ولایتی نیز حضور داشت، تن چند از آنان به نمایندگی از دیگران صحبت نموده ضمن تاکید روی همکاری های مداومشان با حکومت محلی و حمایت از اهداف، پالیسی و برنامه های نافع و عامل منفعه دولت و ارائه گزارش از چگونگی پیشرفت کار اعمار این بنای مقدس. هدف از ملاقاتشان را اعمار یک باب غسلخانه میت در مربوطات مرکز ولایت از طرف بنیاد التعاون علی الخیر مقیم عربستان سعودی که حاجی عبدالقدوس نماینده این بنیاد نیز حضور داشت خبر داده طالب همکاری مقام ولایت در قسمت تهیه زمین برای این بنیاد شدند. متعاقباً والی ولایت صحبت نموده ضمن خیر مقدم و قدردانی از همکاری های همیشگی مردم با دولت گفت جا دارد که از احساس نیک و روحیه همکاری مداوم شما مردم خیر این ولایت با دولتتان که همواره در هر گونه شرایط با روحیه بلند در کنار ارگانهای امنیتی خیش استاده ضمن دفاع از تمامیت ارضی و نوامیس ملی در امر اعمار بناهای عامل منفعه و ایجاد سهولت‌ها به مردم سهم فعال گرفته اید سپاسگزاری نمایم. والی سمنگان ضمن قدردانی از احساس نیک شخص حاجی عبدالقدوس و نهاد خیریه مربوطهشان جهت تهیه زمین به منظور اعمار غسلخانه به انجینیر عبدالشکور مدیر ساختمانی شهرداری ایبک وظیفه و هدایت داد. قابل یادآوری است که قبلا از طرف بنیاد متذکره به همکاری حاجی عبدالقدوس و سایر تاجران ولایت سمنگان مقیم عربستان سعودی یک باب سالن انتظار در ریاست صحت عامه ولایت سمنگان اعمار شده و در دو دور عروسی دسته جمعی 170 زوج از افراد و اشخاص بی‌بضاعت با سایر تجهیزات لازم آن صورت گرفته است و این بار مصمم هستند که یک باب تعمیر کوچک کمپلکس غسلخانه میت را در دو طبقه با تمامی امکانات که از قبیل موتر آمبولانس، غسلخانه، سالن انتظارخانه مردانه و زنانه، تشناب و پارکینگ وسایط در نظر گرفته شده است اعمار نمایند که در اخیر حمایت، تشویق، طرح‌ها و برنامه‌های مقام ولایت مورد استقبال آنها قرار گرفته ملاقات یاد شده با دعایه خیر و فلاح مردم افغانستان و روحیه همکاری‌های بیشتر مردم با دولت به پایان رسید.